یک عزیز خدا میگن بسیار از گناهاش توبه کرده بود، چندین سال بود شب و روز عبادت میکرد و گریه میکرد. دوستاش میپرسیدن آخه چون اینقدر گریه میکنی؟ تو آخه در وقتی تو بدبخت بودی، الان آخه 20 سال 30 سال شد تو نمازخوان هستی، تو ذکر خدا و قیام لیل داری، توبه داری، چون اینقدر گریه میکنی؟ از ترسی گناه ها. آخر گناه ها رو خدا گذاشت. خدا خود وعده کرده است که من بندم پشیمان شه و از صدق توبه کنه من گناهش میگذارم. خودش وعده کرده. چون اینقدر تو خود عذاب میدی؟ میگفت آره میدانم خدا گناه رو میگذارد، لیکن شرمندگی این که من در بالای او زنک دیده بود، او من دیده بود، من به او رو پروشم، چطور روی وی نگاه میکنم؟ آیا زناگارا، آیا عرقخورا، خدا شما رو میبینه اگر رو برو به خدا بگی در مرافعی زودی باید تو رو که دیده بود در بالای این مرد فاحشه، در بالای این زن فاحشه، چطور روی او رو نگاه میکنی؟ ایرم که تو از سری گناه در گذری، زان شرم که دیدم که چی کردی، چی کردم، چی زان شرم که دیدی که چی کردم، چی کردم. آره میدونم تو گناه میگذاری، لیکن آخه او حالت تو من دیده بودی. مانند یک آدمی با آبرو در یک حالت گناه تو رو بیند، هر بار که او رو بینی سرخ میشوی. هم تا هست خجالت میشویم. 1 سال پسم بینیم، 10 سال پسم بینیم، هوایی بینیم خجالت میشویم. مگر با خدا چطور رو بشناسیم؟ امروز میفهمم زنهای خانشین، زنهای قشلاقی که شوهر دارن، فاحشگی رو براشان کسب کردیان، منبع درآمد کردیان، منبع راحت کردیان. سحر سمکش میگیرد، تلفنش در گوشش بر پدری کسی لعنت که این تلفن‌ها رو برآورد، خداوند الهی فقیر کند و سخت‌ترین حالت جزاش دید. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک خواهی جوان است و خواهیاش و شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبختش رو بردارن. از خانهش برآمد تلفن میکنه، او خیلی لعنتیش میگه سوارش میکنه. پیش طرف داری کامونیستان یک عیب و شرم بود، احتیاط کرده میرفت یک جای بجایی بوا میخوردن. امروز دیگر نه شرم است و نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل زیر کرده، 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شما مولا عبدالرحیم قلندر است، مهمان ما بود. او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن، میگه بیرون برآمدم به بحر، در لب بحر رفتم، میگه در بین مردم مرد و زنی لچ عریان پیش آدم‌ها تو گشتیم باید دیگر علاقه جنسی دارن. باید او از این بدتر میشد استانبول، باید فرو میرفت. من برای رفیقام گفتم که بیای رویم دال این بحر همه رو فرو میبرد. خداوند از تا بنده از خود نگذرد خدا عذاب نمیکند. و ما كنا مهلك القرى الا و اهلها ظالمون. خدا میگه اهل شهرها را هلاک میکنم که اونها از حد میگذرند. قرآن سخنش است. فاحشه ها ظاهر چی نگیره. دوشنبه ده نگاه کن، خدای قادر است ورزا با جمع میکنه یه باره سرش میدیه. نه دوشنبه میمونده، نه دیگر جا. برادر عزیز، من به جای تو میشدم عصبی نمیشدم. خوب شاید تو به خاطر خدمتای کردگی یا به خاطر شرم داشتگی عصبی شدی. خدا خواهد صبر کن ثواب بگیری. برای تو انشاءالله زن بسیار است، وای از زنی خوب بگیر فراموش شده میرودی. اما وای به این جوان و وای به این همسر.